این مراجعت ما به تمام بلاگرها و پاتریوت هایی که برای منفعت های روسیه جنگ میکنن. حال سود معین کردگی نیست که گناهکار واقعی آیا همین نفرها هستند یا نیستند. نمیدونم از چی باشه شما برای حال گناهی که معین کردگی نیست سود آیا همین گناهکار هستند یا نیستند با زانو میزنین و از ملت روس بخشش میپرسین. ما میتونیم برای تمام ملت روس، نه فقط ملت روس، با تمام بشریت تسلیت بگیم که یک حادثه خیلی خیلی وحشتناک بود. این مشکلی نه فقط با مردم تاجیک در روسیه بالای سر اونا میآید، مشکلی در ما مردمی که در اروپا زندگی میکنیم خواستن آلمان مشکلی بالای سر ما هم هست. بله از طرف حکومت برای ما هیچ فشار نمیارن، چون که حکومتی آلمان در این عقیده است که این کاری که شید کار دست داعش بود و چی حکومت روسیه نتونست از عهده کنترل کردن این مسئله ببروید، چون که اینا یا که امریکا برای اونا هشدار داده بود که این حادثه شیدنیه. اما مردم عادی با ما دیگه نمود نگاه میکنن. ما اومدیم جای کار، مردم دیگه ملت ها به ما میگن که ما خیال میکردیم که در افغانستان مشکل داریم، نه که ما در تاجیکستان هم مشکل داشته بودیم. اینا به یک شوخی گفتن، اما یک واقعیت پشتی است. من رفتم یک جا گفتم که پول روی کنم، متاسفانه از زنک روس بود. بسیار با آدمان قطعی صحبت کردم، منم صحبت کردم، ای قضیه فراموش کردگی بودم. بعدا من درباره پول روی کردم پرسیدم، گفت برای شما فکر کنم کمتر مشکل پول روی کردنی. گفتم نه نمیدونم چی مشکل است. گفت چی نمیدونی برای حادثه های اخیر. یعنی که یک نگاهی نگاتیو نسبت ما دارن. این مشکل تمام دنیا است، اما حادثه حالی 100% معین شدگی نیست که این حادثه آیا به دست همین تاجیکا شدگیه یا اینکه تاجیکای بیچاره 4 نفر اینا چی میگن قربانی این کار شدگیان. واقعا اگر اینا همین حادثه همین جنایت کرده باشن، هیچ وقت در روی دنیا یگان انسان پیدا نمیشه که از اینا پشتیبانی بکنه. من شخصا خودم همین کارا هیچ وقت قبول ندارم. یگان دین، یگان عقیده، یگان رویه، یگان نمود انسانیت در روی دنیا این کار قبول نداره. این مصیبت فقط برای روسان نبود، برای تمام بشریت بود که با این وحشانیت در اومدن آدما را کشتن در ماه شریف رمضان. همین قدر ما بازونو بزنیم، اگر زاره کنیم تولع کنیم از روسا که ما را ببخشین، همون قدر همین گناه خمون به کله گرفته استیم. یعنی که همین چیز واقعیت داره. بیا خبرهای جهانی را نگاه کنیم که چی میگن در این باره. مثلا الجزیره، العربیه و بی بی سی. برای چی سه نام میگیرم؟ برای که اینا سه نگاه مختلف در حادثه های اخیر دنیا دارن. خب بی بی سی که معلوم است از طرف کی است؟ از طرف لندن و با منفعت های امریکا و اروپا صحبت میکنه. العربیه با منفعت های امارات و سعودی صحبت میکنه و الجزیره باشه برای منفعت های قطر. برای ما به حقیقت نزدیکتر عربان. برای چی؟ برای که اونا نه در اروپا هن و نه در طرف سابق شوروی، دولت های سابق اتحاد شوروی. بله یک همه پشتیبانی ای او میکنن، دولت های عربی مختلفن، اما به هر حال الجزیره چی میگه؟ عبدالله فخوری که از ژورنالیست های بهترین عربی است که پیش در بی بی سی کار میکرد، یک برنامه داره که پربیننده ترین در بین برنامه های عربی است. نگاه کنیم که این چی میگه در کانال الجزیره. انزل قال لا قال ارهابی انزل لن نصعد الیه قال لن انزل. میگه تمسخر میکنه و مسخره میکشه حادثه را که نخواد یک آدم جنایتکار به این حرفه‌ای به همین چیز گرفتار بشه. چه خیلی مثلا میگه جنایتکاری رقم یکی که تمام دنیا امروز درباره او صحبت میکنن گریخت دیگه جا پیدا نکرد، بالای درخت برآمد. بعد کارگرای روس آمدن، مثلا همون ملیسای روس، پلیس روس آمد، همون امانس سپتنازش یا اومدن گفتن که ای جنایتکار، ای تروریست پایان فرا. گفت نه نمیفرام. گفت که ای تروریست پایان فرا. گفت نمیفرام. اگر گفت نفرای درخت میبری میغلطی بعد میگیریم. بعد نفرمان میگه درخت برید غلطیت گرفتنش. یعنی این یک نمود تمسخر با حادثه های امروزه که این 4 نفره که قپیدگن هیچ ربطی به اینا ندارن. العربیه و تمام کارشناسایی که در العربیه در این باره صحبت کردن، اونا از جواب دادن سوال های زیاد داشتن که هیچ نامعلوم بود. یعنی که این قضیه هست که تماما ناروشنه.
معلوم است که یک حادثه وحشانیت در اوج شیرگی، اما حادثه نامعلومه که این در پشت این کی ایستادگی. BBC که معلوم است از طرف لندن است، کارشناسای زیاد فریاد کرد، از قزاقستان فریاد کرد و از افغانستان و از دیگر کارشناسا را در این باره صحبت کردند که کارشناسای قزاقستانی خیلی خوب تحلیل کردند، گفتن حالتی خیلی وزنین است و یک چیز معین گفتن نمیشود، چون که مسئله خیلی مسئله پیچیده و ناروشنه. اما به هر حال برگشته همین سوال میاره که چرا امریکا هشدار داد و چی روسیه این چیزا جدی نگرفت. کارشناسی قزاق هم گفت که شاید که دلیل کافی نداشت، دلیل کافی امریکا نداشت که بگه که قانعش کنه همین حادثه شیدنیه. دیگه اگه بیا درباره سلاویوف یا که درباره کارشناسای اوکراینی صحبت نکنیم، روسیه در چی عقیده؟ روسیه در این عقیده که بله کاری دستی داعش بود، اما در پشت ای رسما از طرف پوتین چیز صدا داد، گفت در پشت ای بریتانیا ایستادگی و امریکا ایستادگی و مخالفای پوتین که در اروپا قرار دارن، دیگه دولت‌ها قرار دارن و خود اوکراینی‌ها به این نظرن که کاری دستی فیسبی بود، از عهده کنترل نبرآمد. یک گروه آدم‌ها را راهی کرد، قربانی کرد، اما از عهده کنترل نبرآمد. باید به این حد نمیشید، اما به این حد چی، چون که کنترل کرده نتونستن وضعیت. و میگن که این حادثه را در روسیه چندین بار انجام داده بودن و این حالت‌ها را برای سیاه کردن مردم قفقاز این چیزا را حالت‌ها را نشان داده بودن که کودک‌ها را در مکتب کشتن، در دیگر جاها این حادثه‌ها بدن و این کار دست فیسبی. اما در اروپا وقتی یک انسان در کرسی جنایی میشنونند، خیلی بسیار حالت‌ها میشود که بگناهی معین میشود، از زندان آزاد میشود. اما در روسیه و طرف‌های ما وقتی یک انسان به این گناهی وزنین اگر بازداشتش کردن، به تهمت یا که به گمان این کار دستگیرش کردن، حداقل 3 سال 5 سالش میتونه که میگن سرگردان شد اومد 3 سال یا 5 سال بشینه. بگناه هم باشه دیگه گپ گفتن او گپ گرفتن نمیتونه. برای خودشون اور میدونن، برای خودشون ناموس میدونن که وقتی یک کار کردن و بگن که ای اشتباه شد. بعد آخر از تمامی برادرای تاجیک خواهش میکنیم که و حقوق شناسا و کردونا و ایران بسیار از مردم تاجیک و دیگر ازبک و قرغیز اینا خواهش میکنن که جایهای جمعیتی بسیار نگردن، با مانندی رفتن به مسجد رفته نمازهای جمعه و اینا را کمتر احتیاط کنن. الان که مشکل داره میتونن که نمازشون در خانه شون بخونن و ریشای خودشون میدونم امروز اکثریت جوانای ما برای خدا و پیغمبر ریش نمیمونن، برای زیبایی و برای مود و برای اینا میمونن و خواهش میکنن که ریشاشون کمتر پس بکنن. خواهرایی که نقاب میکنن تماما روشان دیدن نمیشه، بهترین چیزه. اما توصیه حقوقدانا، توصیه جامعه شناساییه که یک مهلت همین چیزا کمتر به شکل دیگرش بکنن که بسیار نمایان نباشه. بخی برادران به بو یگان کس نشین، مهاجرای عزیز، خودتان فکر خودتان بکنین، فکر پدر مادراتون بکنین و هر ره نرین، به گفته هر یک انسان گوش نکنین، کلاتون کار بفرمانین. خداوند همه شما را حفظ بکنه که یه حالت خیلی حالت وزنینه.